مهمانان عالی‌قدر ما در اینجا حضور دارند و به صحنه دعوت میکنیم یک زن خیلی موفق، یک زن خیلی جسور، یک زنی که ما هر روزه گفته‌های آن کس را سرمشق کار خود میکنیم، هر روزه توصیه های آن کس را ما گوش میکنیم، از خود میکنیم، برای پیشروی کار خود یک منفعتی میبرداریم. دارنده عنوان شران شرکت اتمی خاصیت یا رود. راه موفقیت این همدیگرفهمی اولین درجه، بعدا دستگیری یکدیگر، از یکدیگر جدا نکردن. هر یک نفری که نو میبیاید همه آدمی نو دا موتیواسیون دادن در کار. بسیار چارابینی ما میبینیم که همه آدمی که موفقیت با هوای فایرال میکنن، با هوای دفاع میکنن، با هوای قدردانی میکنن. نویچا که قدردانی کردن در کار، آموختن در کار، برای که نو آمده که این انسانایی که ما قدر مثلا تعریف میکنیم ما را ما علاقه کادری تیار مثلا برای اسپانسر ما کادری تیار، برای من دیگر لجنیا در کار نیست. در کار که یک آدمی نو بیاید او را دستگیری کنم. در کار اتمی دخترکوز شما چقدر که میدونه چیزی همه مهم بوده که هر ماه خرید ندارن. همه چی همه آدما مانده شدگیان. این مینا با همین خاطر بسیارتر در رکلام ها در همین ویو مردم برای چی میگن ما هر ماه مجبور نمیکنیم که خرید کنن. و شما هم خیلی محصولات توصیه کنه که مردم در واقعا در کار باشه. این خیلی که شما در بال در کار باشه نه. اما مردم در همین چیز در کار شد باید خرید و شما رحمت میکرد و تحت دیر یک کسی دیگر در توصیه میتید و شما میتونید در مدت کوتاه یک کمانده نوزی بزرگ سازید. زنی تاجیک زنی دنیوی زمانوی شدگیه. ما هم در خانه فعالیم هم در بیرون. برای همین به کمانده نوز قوت شما در موفقیت دخترکو همه تونه تمنا میکنیم که زینه های بلند برسه. همیشه صحتمند و سربلند باشید.